روسیت کارهای داخلی ولایت ختلان روز 20 مارس سال 2024 از بازداشت 5 نفر برای فالبینی و سیر و جادو خبر داد و گفت با وجود تاکیدهای همیشگی و تاثیررسانی‌های حقوقی نفرانی که خود را فالبین و جنبرار و مشکل کشا تراشیده مردم فریبی را برای خیش یک وسیله روزگارگذرانی قرار دادند، به این کردار مردم فریبانه‌شان ادامه داده ایستادند. از جمله کارمندان میلیس ختلان ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های مقصدناک و عملیات سنجشی 5 نفر را با اتهام قلابی و مردم فریبی دستگیر کردند. اینها ابراهیموف رحیم کریموویچ سال تولد 1958 ساکن نویه کوشانیان، قربانووا نرگس سال تولد 1974 ساکن شهر لیوکند، نظرова ایدمو سال تولد 1965 استقامت کننده شهر لیوکند، کلچکووا خالدانه سال تولد 1958 ساکن نویه جلالالدین بلخی و غایب نظرova نرگس سال تولد 1974 استقامت کننده نویه فرخار. جماعت شهرک فرخار خود دستگیر شدگان و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به گزارش میلیس ختلان ضمن چاره‌بینی‌های سنجشی معین گردید که دستگیر شدگان به سیر و جادو مشغول بوده مردمان زیاد را به دام فریب خود کشیدند. هرچند عملهای مردم فریبی و سیرگیری و جادوگری برخی از طایفه کج رفتار یکچند مرتبه در برنامه‌های تلویزیونی کشور به نمایش گذاشته شده بود، اما معین کرده شد که آنها از این روی پیش کردهشان دست برکشیدنی نیستند. ضمن از نظرگذرانی منزل استقامتی نامبردگان یک قطار اشیای برای سیر و جادو استفاده شونده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شدند. وابسته به حالت مذکور نسبت به نامبردگان برای مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی با ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده، همزمان برای من بعد به این عمل مردم فریبانه مشغول نشدند به طور قطعی آگاهانیده شدند. در تاجیکستان سال 2006 فالبینی و سیر و جادو قانونا منع کرده شده، برای آن در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است.